سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی من در کانال خودتون، یعنی نکسارا. خب خیلی خوش اومدین. همونطوری که گفتم، من فریدم، 17 سالمه، استان فارس زندگی میکنم و الان کلاس 12ام، رشته اصلی معماری داخلیه که از نظر من معماری یه رشته خلاقانه و باحاله. خب بریم سر بحث این که چرا من این چنل زدم. من از بچگیم عاشق گیم بودم، یعنی از 6 سالگی بازی میکردم تا همین امروز. الان حدود 11 ساله که گیم بازی میکنم و دوست داشتم این تجربیات گیمیم رو با شما به اشتراک بذارم که اگر دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. ما اینجا فقط گیم نداریم، ولاگ داریم، ریاکت به ویدیو سمی اینستاگرام داریم، هر چیز که شما بخواید، حتی آشپزی، همه چی داریم. شاید هم روم تور هم داشتیم، کی میدونه. برای گیم، من اولین گیمی که در نظر گرفتم رزیدنت ایویل ویلیج است، چون من عاشق فرانچایز رزیدنت ایویل. از بهترین نسخه رزیدنت ایویل از نظر من رزیدنت ایویل 2 هست، بعدش سایلنت هیل. میشه بگی باحال‌ترین بازی که بازی کردم. رفیق، مرسی کسی که ویدیو رو تا آخر با من همراه بودی. اینجا نکسورا، منم فرید. نکسورا جاییه که گیم و ریاکت با هم قاطی میشه. مرسی.